به نام خدا. با سلام به شما دوست بنیاری عزیز. با آموزش ریاضی هفتم در خدمتتون هستم. امیدوارم سرحال و پر انرژی باشی و بتونی نهایت استفاده رو از این آموزش و البته آموزش‌های بعدی ببری. رحیمی هستم از سایت آموزشی بنیار که بیشتر 10 ساله دارم ریاضی تدریس میکنم. امیدوارم این سری آموزش ها کمک موثری بتونه براتون در فهم مطالب باشه. میریم شروع میکنیم فصل اول رو به نام راهبردهای حل مسئله. کتاب درسی 8 راهبرد مختلف رو معرفی کرده. منظور از راهبرد چیه؟ اون طریقه و روشی هست که شما یه مسئله رو باهاش حل میکنید و استفاده میکنید از اون روش. به ترتیب ما اینها رو میخونیم و جلو میریم، مثالهای مربوط به اون رو حل میکنیم و بعد اون میریم سراغ راهبرد بعدی. راهبرد اول رسم شکل، الگوسازی، حذف حالتهای نامطلوب، الگویابی، حدس و آزمایش، زیر مسئله، حل مسئله ساده تر و روش‌های نمادین هست. خب قبل از اینکه شروع بکنیم راهبرد اول رو توضیح دادن و تدریسش، کتاب یه مقدمه ای رو معرفی میکنه به نام اینکه چگونه مسئله رو حل بکنیم. خیلی هم مهمه. میگه برای حل یک مسئله یه سری مراحل هست که باید حتما طی بشه تا به اون جواب مطلوب برسیم. اول فهمیدن مسئله است. یعنی چی؟ خب مشخصه اینکه شما باید اول بفهمید اون اطلاعات مسئله چی هست. اطلاعات رو مشخص کنید برای خودتون. خواسته مسئله چیه؟ بعد اینکه خلاصه اگر لازم باشه خلاصه نویسی کنید. خلاصه نویسی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. شکل بکشید در صورت لزوم، اون هم خیلی کمک کننده است. از این سری کارها مثل الگوسازی، مدل سازی و اینا استفاده بکنید برای فهم بیشتر مسئله. قسمت بعدی انتخاب راهبرد مناسبه. خب از اون 8 راهبردی که گفتیم حداقل یه دونش میتونه جواب بده بهتون برای اینکه مسئله رو حل بکنید. میگم حداقل یه دونه راهبرد رو انتخاب میکنید و شروع میکنید. قسمت سوم حل مسئله. شروع میکنید با توجه به اون راهبردی که انتخاب کردید مسئله‌تون رو حل میکنید. قسمت 4 بازگشت به عقبه. خب این چی میگه؟ میگه ببینید شما یه خروجی رو به دست آوردید برای اون مسئله، یه جوابی رو به دست آوردید. خب باید بدونید اون جواب منطبق با اون خواسته مسئله هست یا نه. اصلا برآورده میکنه اون خواسته مسئله رو. اینکه برگردید عقب ببینید عملیاتی که انجام دادید درست انجام شده، مراحل درست طی شده. تمام اینا باید طی بشه و انجام بدید. برگردید عقب ببینید درست انجام دادید یا نه. اگر اینها درست بود، اینکه عملیات مثلا درست انجام بشه، یهو مثلا جمع و تفریق ننویسید، ضرب و تقسیم ننویسید، منظور اینه. بعد اینکه شرایط مورد نظر مسئله با پاسخ منطبق داره آیا. اگر اینها رو درست انجام دادید به جواب مطلوب قطعا خواهید رسید. خب راهبرد اول راهبرد رسم شکل هست. ببینید ما تو این آموزش ها یه توضیح بهتون بدم. تو این آموزش ها کلن ما اینجوری میخواستیم آموزش ها رو داشته باشیم به این صورت که بر مبنای مسئله ما پیش میریم. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که آموزشی داده بشه یه مسئله‌ای مطرح بشه، بعد در طی اون در خلال حل مسئله تدریس لازم داده بشه. روال به همین صورته. خب مثال اول یا مسئله اول در حقیقت استخر مستطیلی شکل به ابعاد 13 در 9 متر داریم.
ببینید منظور این مستطیل داخلی است. 13 طول، عرض 9. میخواهیم دور این استخر رو، دور این استخر قطعاً داره با محیط کار میکنه، یعنی یه جایی از شما محیط رو میخواد. دور این استخر رو به فاصله 2 متر از لبه ها طناب کشی کنیم. خب هر مستطیل 4 تا لبه داره. از لبه، یعنی یه لبه این ور، لبه بعدیش این ور میشه. شما یه سمت رو نباید در نظر بگیرید. از لبه ها 2 متر، یعنی 2 متر این ور، 2 متر این ور فاصله داره. 2 متر این ور، 2 متر این ور اضافه میشه به اون طول و عرض. 2 متر این ور، 2 متر این ور و همینطور این لبه. خب یکی چند متر طناب استفاده خواهد شد؟ ببینید من اگر این 2 مترها رو از طرفین به عرض و طول اضافه کنم قطعا یه مستطیل جدیدی خواهم داشت. مثلا اگر این 13 طولم باشه 2 متر از این ور و 2 متر از این ور اضافه کنم، طول مستطیل ثانویم میشه چی؟ 17 متر. اینها نوشتم براتون، یعنی 13 به اضافه 2 به اضافه 2 که میشه 17 متر. عرض مستطیل هم همین جوریه. عرض مستطیل 9 قدیمیه بوده، 2 متر بالا و 2 متر پایین میشه چقدر؟ 9 به اضافه 2 به اضافه 2 13. خب گفته مسئله گفته دور این استخر میخواد طناب کشی بشه. چقدر طناب استفاده میشه؟ یعنی چی؟ یعنی محیط این مستطیل جدید مورد نیازه. محیط مستطیل چی بود؟ 2 برابر طول به اضافه عرض، یعنی 2 برابر 13 در 13 به اضافه 17 که 60 متر میشه. خب مسئله بعدی یا مثال بعدی، ببینید من تیکه تیکه میخونم و روی شکل بهتون توضیح میدم. شما در حقیقت همین کار رو باید انجام بدید. مسئله رو از اون اول تا اون آخر یک سره نمیخونید که اون هیچی حالیتون نمیشه. ما توی مراحل حل مسئله قسمت اول همون فهمیدن مسئله است. شما تا نفهمید مسئله چی میگه چه کار میخواید بکنید براش؟ خب توپی از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها میشه. خب ببینید اینجا یه توپ داریم که از ارتفاع 20 متری رها میشه. خب من یه شکلی که مورد نیاز هست و به من کمک میکنه محور مختصاته. اینجا توپ بر حسب یه محور مختصات داریم، محور عمودی که ارتفاع توپ بر حسب متر، محور افقی داریم که تعداد دفعات برخورد با زمینه. حالا این تو مسئله هست. خب یه توپی داریم تو ارتفاع 20 متری از سطح زمین رها میشه. بعد از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خودش بالا میاد. ببینید این توپ از ارتفاع 20 متری رها میشه، میخوره به زمین، نصف ارتفاع قبلی یعنی نصف 20 10 تا بالا میاد. خب 10 تا بالا میاد، همون بالا که نمیمونه، دوباره 10 تا میاد پایین. دوباره چیکار میکنه؟ یعنی مرحله سوم در حقیقت. مرحله سوم چیکار میکنه؟ نصف ارتفاع قبلی میره بالا که میشه 5 متر. دوباره 5 متر هم میاد پایین. پس هر چقدر میره بالا همون ارتفاع رو میاد پایین. حواستون به این نکته باشه. خب تا کجا میره؟ تا سومین مرتبه‌ای که به زمین میخوره مورد نیازه، نه که دقیقاً تا سومین مرتبه بره. تا سومین مرتبه یعنی منظوری که شما ادامه بده. یعنی در حقیقت این مرحله سوم که ما انجام دادیم. کلاً چند متر حرکت کرده؟ خب نگاه کن، 20 متر اومده پایین، 10 متر رفته بالا، 10 متر اومده پایین، 5 متر رفته بالا، 5 متر اومده پایین. اینا رو که با هم جمع بزنی نهایتا میشه 50 متر. خب مثال سوم، خوب گوش کنید. 1/3 دانش آموزان یک کلاس در کتابخانه مشغول مطالعه هستند. ببینید من یه مستطیل میکشم، به 3 قسمت تقسیم میکنم. 1/3 کتابخانه، بقیه یعنی چی؟ 2/3 بقیه در حیاط مشغول بازی هستن. پس این 2/3 مشغول بازی هستن. خب ادامه، 1/4 دانش آموزانی که بازی میکنند، یعنی فقط تو این یه تیکه کار داری، به این کاری نداری. حواست باشه تو این یه تیکه
عملیاتت رو، شکلت رو، هر چی انجام میدی. خب یعنی تو این 2/3 باقی مونده 1/4. چون 1/4 گفته مخرجش 4، من این قسمت رو به 4 قسمت تقسیم میکنم، 1/4 رو برمیدارم و اختصاص میدم به فوتبال. مشغول فوتبالن این. بقیه یعنی چی؟ یعنی این 3 قسمت از 4 قسمت که 18 نفرن، منظورش اینه این 3 قسمته کلن 18 نفرن. اینا مشغول چی هم؟ والیبالن. ببین این یه تیکه، پس من به این فوتبال دیگه کار ندارم، نمیشه همزمان فوتبال بازی کنن و هم والیبال بازی کنن که. پس این یه تیکه 18 نفرن میشه، مشغول بازی والیبالن. خب ببینید کل این رو بهتون داده 18 نفر. خب من اگر 3 قسمت هم هست دیگه، 3 قسمت مساوی، اگه تقسیم بر 3 کنم میشه 6. پس فوتبال هم نهایتا میشه 6. چرا فوتبال هم میشه 6؟ چون این یه تیکه کلا به 4 قسمت تقسیم شده بود. هر کدوم از اینا 6 نفر اختصاص پیدا میکنه توش. پس تو این هم 6 نفر هست، یعنی تو بازی فوتبال هم 6 نفر هست. پس کلا اینجا 6 4 تا 24 نفر مشغول بازی هستن. خب حالا میریم سراغ، برای اینکه ادامه بدیم میریم سراغ این شکل اولم. ببینید این 24 که من به دست آوردم مال این یه تیکه است. خب این یه تیکه من کل شکلم مگه به 3 قسمت نبود؟ این یه تیکه 2 قسمت از اون 3 قسمته. پس 24 اون 24 نفره اگه چجوری تقسیم بشه؟ 12 نفر باید به این برسه، 12 نفر به این برسه تا کلش 24 رو تأمین بکنه. خب چون کل شکل به 3 قسمت مساوی تقسیم شده بود، پس توی هر کدوم از این قسمت ها 12 نفر قرار میگیره. پس نهایتاً تعداد کل دانش آموزا میشه 3 ضرب در 12 36 نفر. خب مثال بعدی رو نگاه کنید. 5 تیم قرار 2-2 با هم بازی بکنن. نگاه، هر کدوم از این تیم ها رو من داخل یه دونه این دایره ها گذاشتم براتون. 2-2 میخواد با هم بازی کنه. یعنی چی؟ تیم اول با تیم سوم، تیم اول با تیم چهارم، این 2-2 میشه، بازیشون رو انجام میدن هر کدوم از اینها. به گونه‌ای که همه تیم ها یک بار با همدیگه بازی کرده باشن. خب یک بار با همدیگه بازی کرده باشن، مثلا تیم یک و اگه تیم با تیم 2 داره بازیشو انجام میده، برای شمارش دیگه اون خط میخوره. مثلا بازی های تیم 2 رو بخواید در نظر بگیرین، دیگه این بازی دیگه خط میخوره، دیگه 2 بار نمیشماری. چرا؟ چون خودش گفته همه تیم ها یک بار با همدیگه بازی کردن. با این شرایط چند بازی باید انجام بشه؟ هر خطی که براتون کشیدم نشون دهنده یه بازی بین 2 تا تیمه. پس حواستون باشه 2 بار نشمارید. اگه میخوایم بشماریم، مثلا تیم 1 رو ببینین، 1 2 3 و 4. خب این خط میخوره. مثلا برای تیم 5 دیگه این خط رو نباید بشماریم، این میمونه. تعداد خطهایی که یک بار خطشون زدیم و حواستون باشه شمردین نهایتاً 10 خطه. اینو آوردم برای اینکه براتون جا بیفته شکل چقدر میتونه موثر باشه. یه همچین چیزی رو بدون شکل بخواین انجام بدین واقعا یه چیز طاقت فرسایی میشه. خب عزیزان، ممنونم اینکه با من همراه بودین. منتظر ویدیوهای من باشید. فعلا خداحافظ.